سلام دوستای عزیز، به یک ویدیو دیگه خوش آمدین. امید که جور صحتمند باشین. بریم امروز بازار آلمان، دکان‌های آلمان سعی کنیم ببینیم قیمت آیفون‌های 14 13 سامسونگ S21 23 Z Flip قیمتش چند است، در بازار آلمان چند خرید و فروش میشه و شما میتونین با گارانتی چند از آلمان تلفن‌ها رو خریداری کنید. همراه ما باشین، لایک کامنت شیر یادتون نره، حمایت کنین. جان دوستای عزیز، در بخش تلفن ها آمدیم. تلفن های آیفون 14 پرو مکس اینجا قیمتش نزده، فقط این نمایشگاه است. قیمتش نول میریم سعی میکنیم که چه قیمتی داره. خب دیگه اینجا برای تست هست، میتونین شما تست کنین ببینین. در بخش قیمتاش باز میریم دیگه. این آیفون 14 پرو، آیفون 14 پلوس یا آیفون 14 ساده است که دو تا دوربین داره و رنگ‌های مختلف هم داره. آیفون 14 پلوس رنگ سرخش، رنگ خوب مقبول. و اینجا هم آیفون 14 سیاه. کلا بستگی دا صفحه نمایشش قیمتاش بالا پایین میره و حافظه داخلی 228 256 512. این آیفون 13 است. آیفون 13 128 جی بی داره، 256 جی بی داره، 512 جی بی داره. یا آیفون اینا بریم قیمتاش سعی کنیم در بخش قیمتا ببینیم قیمتا چنده. در اینجا قیمتایشون نوشته میکنن. حالا آیفون 14 پرو مکس رنگ سفید دیگه تقریبا 1349 یورو. حافظه 128 جی بیش، حافظه 256 جی بی، تقریبا 1479 یورو. این آیفون 14 ساده است، 128 جی بیش تقریبا 919 یورو، 256 جی بیش تقریبا 1035 یورو. این هم آیفون 14 ساده است، دیگر رنگشه که قیمتش با این یکیه تقریبا، فقط رنگش فرق میکنه. این رنگ سفیدشه. این رو میتونه قسطی هم بخره، 48 ماه 23 یورو 10 سنت. آیفون 13 128 جی بی رنگ سبز مانند تقریبا، 128 جی بیش 829 یورو، 256 جی بیش 948 یورو. و آیفون 13 باز یک رنگ دیگه، رنگ سرخش هم تقریبا 829 128 جی بیش 919 یورو، 256 جی بیش. آیفون 13 باز یک رنگ سفیدش 929 یورو. این قسطی هم میتونن بخرن ماه 23 یورو 35 سنت. و آیفون 13 مینی رنگ سبز تقریبا 128 جی بیش 719 یورو دیگه. 13 مینی 256 جی بیش 850 یورو. این هم رنگ دیگه شه، رنگ سرخش. این هم رنگ سفیدش دیگه. رنگ های زیاد داره، رنگ آبی مانند، این رنگ سیاه، رنگ چه رقم سفید برسه دیگه، تقریبا سفید صورتی رقمه. بریم سامسونگ سعی کنیم سامسونگ چه قیمت هایی داره.
اینجا سامسونگ داریم، این خیلی خوبشه. تو این دیگر سکه عکس خودم مونده اینجا. این قاط میشه از موبایل و دو تا صفحه نمایش داره، یکی که رقمی میشه و یکی به صورت تبلت مانند. سامسونگ Z Fold 4 تقریبا 1479 یورو. یا هم تقریبا هموز. و این سامسونگ هم Z Flip 4 است. از موبایل قاط میشن، تو خورد میتونین در جیبتون کنین، پس از موبایل باز میشه. این خیلی جالب است. این رقم قاط میشه، ای پس در جیبتون کنین، پس باز کنین. تقریبا 769 یورو. این خوبتر بود، این صفحهش بزرگتره، مثل تبلت میشه استفاده کرد، ولی خب پولش هم دیگه هم تو خوبشه بود. 1500 یورو تقریبا. سامسونگ رنگ دیگه شه باز Z Flip 4 یا هم از موبایل تاشو و میتونین که استفاده کنین. این سامسونگ Z Flip 3 یا یک مدل از دیگه پایانتر، تقریبا 949 یورو. این تقریبا 825 یورو. این گالاکسی S23 1400 یورو تقریبا. گالاکسی S23 پلوس 256 جی بی تقریبا 1200. یا پشتش این گالاکسی S23 ساده 128 جی بی 949 یورو. دیگه مدل زیاد است و خواستم من مهمترین نایش تصویر کنم برای شما ببینیم چه قیمت هست. دیگه لایک کامنت شیر یادتون نره، حمایت کنین تا ویدیوهای خوبتر، اطلاعات خوبتر برای شما بتونم تقسیم کنم. جانم هستین.